ساعت یک شب است و نیروهای پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر پلیس بدخشان به اساس یک راپور محلی آماده می شوند تا یک کارخانه هیروئین را در قریه مغلطه ولسوالی درایم این ولایت تخریب کنند. این نیروها با جنگ افزارهای سبک و سنگین به وسایط زرهی سوار شده و باید 4 ساعت منزل کنند تا به هدفشان برسند. عبور از راههای دشوارگذر ولسوالی ارگو و درایم در نیمه های شب دور از خطر نیست. سرانجام پس از 4 ساعت منزل، پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر به هدف نزدیک می شوند. حضور گروه طالبان در اطراف کارخانه و مقابله قاچاقچیان با پلیس کار را با این نیروها سخت‌تر ساخته است. پلیس بدخشان کارخانه هیروئین را به گونه کامل تخریب کرده و شماری از وسایل را به آتش کشیدند و شماری از آن را با خود انتقال دادند. به گفته پلیس بدخشان، در کنار اینکه بیشتر از 46 کیلو تریاک از این کارخانه به دست آمد، یک قاچاقچی مشهور نیز بازداشت شد. که شما در جریان هستین مشاهده کردین یک با کارخانه تولید هیروئین سازی در قریه مغلطه ولسوالی درایم از مدت تا زیاد به این طرف فعالیت داشت که امروز طی پلان منظم مقام محترم قماندانی امنیت ولایت بدخشان با همکاری پلیس ولسوالی درایم مایرمه و از بین برد. این ساحه دولت از ناامن است. ساعتا نسبتا ناامن است. ساعت ای ساعت دیگه ساعت دوردست است دیگه از اینکه قسمت نام است در اینجا قاچاقبرا کارخانه باز کرده. پلیس بدخشان میگوید که سلسله تخریب این کارخانه ها چی در مناطق تحت کنترل دولت و چی در مناطق زیر اداره طالبان ادامه خواهد یافت. این به اساس سروی که مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت بدخشان داشته، تقریبا 30 کارخانه تولید هیروئین سازی وجود داره که این کارخانه ها در ساحه تحت حاکمیت مخالفین مسئله دولت قرار داره و از این 30 کارخانه تقریبا 9 کارخانهش در سالهای گذشته از سوی پلیس مدیریت مبارزه با مواد مخدر و نیروهای امنیتی که شامل عملیات بودند پاکسازی گردیده و متبقی انشالله پلیس به خاطر تخریب کارخانه داره تا یک عملیات سرتاسری آغاز شود و انشالله ما اقدام جدید رابطه خواهیم داشت. بدخشان یکی از ولایت‌های هممرز با تاجیکستان و یکی از مراکز عمده تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دانسته می شود. سالانه چندین تن تریاک در این ولایت تولید می شود که مقدار آن در همین کارخانه ها پروسس شده و به ولایت‌ها و حتی کشورهای دیگر قاچاق می شود. در گذشته مواد مخدر تریاک در بدخشان کشت میشد، بیشتر بود، ولی چند سال است که نسبت بر دلایل مختلف کم شده و این بیشتر در ساعاتی که طالبا نفوذ دارند یا زیر تهدید سایه طالبا است این کشت میشه و همچنان کارخانه پروسس مواد مخدر هم در این ساحات تحت نظر حمایت مخالفین دولت فعالیت دارند که موادی که پروسس میشه شاید سالانه بیشتر از چند تن باشه و این فرستاده میشه به بیرون از بدخشان به ولایات دیگر و خصوصا به کشورهای همسایه توسط قاچاقچی‌های مواد مخدر و توسط مافیایی که در این بخش کار میکنند. از 10 روز به این سو پلیس پروسه تخریب کشتزارهای کوگنار را در بدخشان ادامه داده است. هرچند این کار با انتقادهای تند دهاقین روبرو شده که از دولت خواهان فراهم کردن کشت بدیل هستند، اما پلیس میگوید که این پروسه ادامه خواهد یافت. همزمان با این نیروهای خاص پلیس به تخریب کارخانه‌های تولید هیروئین هم اقدام کرده و تا حال 9 فابریکه را تخریب کرده، کاری که به گفته پلیس تا تخریب اکثریت این کارخانه‌ها متوقف نخواهد شد.